بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان گرامی. میخوام یه تعریفی داشته باشیم و یه معرفی نسبت به رشته علوم باغبانی یا هورتیکالچرال ساینس. باغبانی هنر، حرفه و دانش تولید گلها و گیاهان زینتی، درختان میوه، صیفی و سبزی، گیاهان دارویی و همچنین طراحی فضای سبزه. کسانی که محصولات باغبانی رو در سبد غذایی خودشون قرار میدن، اینها معمولاً افراد سالمتری هستند. محصولات باغبانی محصولات بسیار درآمدزایی هستند. نه تنها در داخل کشور منجر به درآمدزایی میشن، بلکه میتونن درآمد ارزی خیلی خوبی رو برای ما ایجاد کنن. به عنوان مثال پسته سالانه حدود 2 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور تولید میکنه. رشته باغبانی همچنین میتونه دریچه‌ای باشه برای کسب فرصت‌های شغلی. افرادی که تو این رشته فعالیت میکنن میتونن نسبت به ایجاد گلخونه‌ها، احداث باغ‌ها، احداث نهالستان‌ها، فروشگاه‌های فروش نهادهای محصولات باغبانی و غیره فعالیت کنن. عموماً امروزه سرمایه گذاران دنبال یک سرمایه گذاری بر روی محصولاتی هستند که بتونن با توجه به محدودیت‌های منابع آب، خاک و غیره که داریم بتونه از نظر کمی و کیفی درآمد بیشتری رو برای ما ایجاد کنه. به عنوان مثال با استفاده از روش‌های علمی امروزه تولید گردو در دنیا به حدود 10 تن در هکتار رسیده. تولید گوجه فرنگی در دنیا به حدود 1000 تن در هکتار رسیده و این نیست جز علم باغبانی. خوشبختانه واحدهای تولیدی پیشرو در کشور ما هم که از دانش آموختگانی که تجربه خوبی دارن و دانش باغبانی رو خوب آموختن استفاده میکنن و یا از مشاوران بین المللی با تجربه استفاده میکنن، تونستن خودشون رو به این رکوردها نزدیک کنن. افتخار دارم از شما دعوت کنم برای تحصیل در رشته علوم باغبانی در دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران. امیدوارم که با اومدن و تحصیل در این رشته بتونید درآمد خوبی رو برای خودتون ایجاد کنید.